سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه با شما یک نمود تارت عجایب با لذت بیسکویت را تیار میکنیم. تارت ما کم خرج و آسان میباشد. محصولات به ما لازم است: 200 گرم آب، 6 دانه تخم، 200 گرم شکر. برای کریمش سلیفکای 300% و سفرن پودر. ما خمیر را سر کردیم. در اول 6 دانه تخم را با 200 گرم شکر تا سفید شدن محصولاتمان لب میزنیم. محصولات ما هم در مدت 5-6 دقیقه این گونه شد و اکنون کم آرد همراه میکنیم. ما آرد را هم همراه کردیم. اکنون یک قاشقچه آب گرم میریزیم تا که بیسکویت ما بوی تخم نکند. محصولات ما تیار شد. اکنون آن را ما به قالب میریزیم. قالب من 25 سانتی متر میباشد. اگه شما میده‌تر باشد میتونید 5 تا تخم و 150 گرم شکر، 150 گرم آرد کنید. ما آن را به قالب میگیریم. من الکی قالبمان را پرگامتنی بوماگه کردم. ما اکنون کمتر قالبمان را میجنبانیم تا که خمیر همه جای قالبمان را پره گیرد. و اکنون با مدت 30-35 دقیقه و 170-80 گرادوس میگذاریم. بیسکویت های ما هم تیار شد. ما اکنون آن را از قالب میگیریم. ما اکنون تا خنک شدن بیسکویت ما کریم تیار کنیم. باید 1-2 ساعت دم گیرد. ما آن را گرماگرم بریم درون بیسکویت ما جمع میشود. اکنون کریم تیار میکنیم. سلیفکا در خلدلنیک خنک بود. باید خنک تیار کنید. بسیار کریممان خوشبو میاد. تا حفظ شدنش میزنیم. کریم ما هم در مدت 5-6 دقیقه این گونه سخت شد و اکنون 100 گرم ساخن پودر همراه میکنیم. شما میتوانید بسیارتر علاوه کنید با خواهش خوب. و اکنون کریم ما هم تیار شد. سخت بیسکویت ما هم خنک شد. اکنون ما آن را به 2 قسم تقسیم میکنیم. و اکنون ما به درون بیسکویت ما شربت تیار میکنیم. من با سوگوشانک ملکا تیار میکنم. 2 قاشق سوگوشان ملکا و 2 قاشق آب گرم. شما میتوانید قیام کنید با شکر و آب جوش. و اکنون شربتمان را به بیسکویت میریزیم تا که بیسکویت ملایم شود. ما اکنون کریم میکنیم.
شما میتوانید با سوگوشانکا ملکا و مسله هم کریم تیار کنید یا که سمیتانه با پودره. خدا نصیب کرده باشد در ویدیوهای آینده ما کریم های آسان هم تیار میکنم. ما به تمام گردی آسان کریم تیار تورتمان را کریم کردیم و اکنون با خواهش خود آرام میدهیم. من باشم با کیوی و شکلاتی آب کرده شده آرام میدیم. چگونه میبینید تارتی ما هم تیار شد و ما اکنون آن را با مدت 4-5 ساعت به یخدان میگذاریم. من اکنون تارتی ما هم تا صبح در یخدان دم گرفت. ما اکنون آن را ریزه کرده میبینیم درون تارتی ما چگونه تیار شده است. من میبینید تارتی ما هم ملایم و اینگونه تیار شد. بیسکویت های ما ملایم و من اینگونه با وسط. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیسات کنید و یار و دوستان را دعوت کنید و در آخر گفتنی هم خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.